من تکرار کردن بس نمی کنم. خطر شیعه ها بسیارتر است برای اسلام و مسلمانان از یهود و نصارا دیده. و این فکر یکم من نگفتم. درباره این جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم گفته بود. وقتی که دید رافضی ها در ساحل صلیبیون و تتار و منگولاکتی جمع شد ضد اهل سنت، و بعد این سخن را گفت که شیعه ها و علوی ها خطرناکتر است برای اسلام و مسلمانان از یهود و نصارا دیده. حتی به درجه ای رسید که رافضی ها در ساحل سلاح جمع کرده به صلیبیین میفروختند، مخصوص برای آن که بلندتر کردن اونها را صلیبیین در جنگ علیه اهل سنت. و فتوا داد عالم بزرگ عزالدین ابن عبدالسلام که هر کسی قصداً میفروشد سلاح صلیبیین به و کافر است. داد همین خیل فتوا که هر کسی میفروشد بر قصد سلاح صلیبیین به و کافر است. و میدانست که یگانه شخصانی که به این کار مشغولند آنها رافضی هایند.